عظما چه نشستی که بدبخت شدیم؟ چی میگی ابرام؟ این که خبر جدیدی نیست. خیلی وقت بدبخت شدیم. به حمید نوری تو سوئد حکم حبس ابد دادن، یعنی حلقوممون رو آسفالت کردن. عظما ای خاک بر سر تو. پس اون دراز بیقواره امیر عبداللهیان چه غلطی داره میکنه؟ عظما بیا، حمید نوری برات پیام صوتی فرستاده، ببین چی میگه. عظما جون سلام، چطوری بیمرام؟ عزیز دلم، این رسمش نبود. تو به ما گفتی برو سوئد عملیات چند وجهی را بنداز، میدون از دست دشمنای نظام بگیر. من گفتم بابا گیر میافتم. گفتی برو غمت نباشه حمید جون، حساب همه چیو کردم. گفتی سربازای گمنام برون مرزی اول منو میدن دم تیغ تا خودشونو سفید سازی کنن، بعد همون سربازای گمنام برون مرزی میان منو در میبرن. اما عظما سربازای گمنامت هیچ غلطی نکردن. ابرام تو چرا آبگوره گرفتی؟ من فکر خودمم عظما جان، این حمید نوری دم به ما هم نبود، اینو که اینطوری چلوندن. ببین با من و تو چی میکنن عظما. بدبخت، برو به اون حمید نوری بگو همون حبس ابد رو بچسب، از جا تکون نخور. با این وضع و اوضاعی که من تو ایران میبینم، تا ملت ما رو آشولاش نکنن ولکن نیستن. الان هم بقیه هم دنبال اینن که برن سوئد حبس ابد بگیرن که دست مردم نیفتن. ها؟ هان و زهره مار.